چرا می‌خواستین بیزینسی که تا الان آفلاین بوده رو ببرید به سمت آنلاین؟ معمولا حضور تو نمایشگاه توی حداقل صنعت بیشتر جنبه قدرت نمایی هم داره که ما قدرت حضور رو داریم. من هنوز نمیدونم دیدگاه مشتریان شما چی بوده. دیتایی که نداشتیم توی صنعت معمولا اینکه مشتری دقیقاً در مورد محصول ما چه چیزی براش مهمه. بزرگی من، بزرگی قدرت تصمیم گیری من، بزرگی توان حل مسئله من در حد این چالشیه که براتون دارم مثال میزنم. من سعی می‌کنم هر طور شده وانش کنم. لجوزی توی تیم اینطوری تعریف می‌کنم. فرهنگ سازمانی و طرز تفکر مدیرانش رو از استراتژیش میچینم. و ابزار تحریم شد تو ایران. سلام، خسته نباشید. سلام، متشکرم. شما هم همینطور. قربان شما، متشکرم. من عرفان حقیقی هستم، مدیر مارکتینگ مجموعه. خوشبختم. خوشحالم از آشناییتون. خوبین شما؟ مرسی، متشکرم. خدا رو شکر. شما خوبی؟ قربان شما. راحت اومدید؟ خدا رو شکر، بد نبود مسیر. خدا رو شکر. خب میخوایم یه جلسه در واقع مصاحبه خیلی راحتی رو میخوایم با هم داشته باشیم ان شاء الله. قربان شما، متشکرم. یه مقدار از خودتون بگید. از گذشته‌تون بگید، از کجا شروع کردید، شرایط چطور بوده؟ من نگار فرقانی ام، دهه 80 ام، دقیقاً خود 80 و در واقع رشتم که مهندسی نرم افزار بوده. بله. با علاقه رفتم تو این رشته، منتها بعد از یه تایمی احساس کردم که یه مقدار با روحیات و حالا شخصیت من فرق داره و خیلی باید حالا پشت میز میشستی، کد میزدی، یه مقدار من اکتیو ترم کلا و دوست دارم معاشرت کنم با آدما. به این جهت تو دوران کرونا من دانشجو بودم دیگه، ما خونه بودیم، من تصمیم گرفتم یه مقدار، البته من قبلش گرافیک کار میکردم، یعنی تو مدرسه فتوشاپ ایلاستریتور رو آموزش دیدم و شروع کردم یه مقدار کار کردن. نرم افزار میخوندم توی دبیرستان؟ بله، هنرستان بودم. بله دیگه یه مقدار کار میکردم، اینفوگرافی میزدیم، با بچه‌ها میفروختیم، یه تم جالبی داشت کلا. بعد از اون یه مقدار رفتم سوشال کار با اینستاگرام رو یاد گرفتم تو دوران کرونا. همزمان در واقع هم مدیریت پیجا رو انجام میدادم و هم کارهای گرافیکی میکردم. یه مقدارم تدوین ویدیو یاد گرفتم دیگه، ویدیوهارم خودم تدوین میکردم. کنارش داشتم پایتون هم آموزش میدیدم به نسبت رشتم. اما خب مسیر در واقع گرافیک و سوشال رو انتخاب کردم و پایتون رو رها کردم دیگه. اما خب میگم رشتم همیشه کمک کرده تو کارم. بعد از اون دیگه یه مقدار که حالا کرونا کمتر شد، رفتم به صورت حضوری توی استودیویی، در واقع گرافیک دیزاینر شدم. یه تایم اونجا بودم، خیلی محیط و فرهنگ سازمانیشون با هم هماهنگ نبود. از اونجا خارج شدم، رفتم یک مجتمع فنی. این وسط فریلنس هم کارامو میکردم همچنان، چون میدونید که گرافیکی مدلیه که میشه همیشه پروژه براش هست. بله. رفتم یک مجتمع فرهنگی هنری، اونجا هم سوشال رو کار میکردم، هم بازم گرافیک. ایونت هم شروع کردم پس کار دیگه کردم. یواش یواش وارد فضای مارکتینگ شدم. اما اونجا میگم یه سری ایونت برگزار کردم. یه مجتمعی بود که 54 تا واحد هنری داشت، کنارش 2 تا تیم ورزشی هم بر بانوان داشت که ما همه اینها رو حالا من هندل میکردم. ایونت های موفقی هم اونجا برگزار کردم، خیلی جذاب بود برام. اونجا با کار ایونت آشنا شدم. بعد از اون از یک مجموعه‌ای حالا دعوت شدم که برم اونجا برای کار کردن. من اولین مصاحبه که رفتم باشون خیلی اوکی نبودم، چون فضا صنعتی بود. پس فضای صنعتی؟ بله، فضا صنعتی بود. چه مشکلی تو فضای صنعتی مگه هست؟ اون موقع اون مجموعه در واقع یه مدلی بود که طبقه بالای خود کارگاه ما باید میرفتیم برای کار و فضا هم خودش صنعتی بود. من یه مقدار فضای برام جذاب نبود. یکی 2 ماهی گذشت، مجدد من داشتم بهش فکر میکردم، یه مقدارم شرایطم توی اون محیط که کار میکردم متفاوت شده بود دیگه. تصمیم گرفتم که برم یه مصاحبه دیگه باشون انجام بدم. وقتی که رفتم و حالا دیدگاه مدیر عامل رو دیدم و یه مقدار بیشتر با فضا آشنا شدم، نمیدونم اصلا چه اتفاقی افتاد، جذاب شد برام موضوع و اینکه متوجه شدم که آینده قرار نیست که، یعنی ما قرار نیست تو همون محیط کار کنیم، قرار بریم یک فضای جدید. در واقع نقطه شروع من برای کار حرفه‌ای توی مارکتینگ همون مجموعه بود. من با همون کار سوشال و اینها وارد شدم، سئو رو اونجا آموزش دیدم.
یه مقدار روی سئو کار کردم. هی رفته رفته تو اون شرکت داشتم با فضای دیجیتال و فضای آفلاین، یعنی دو ساید مارکتینگ آشنا می شدم، آموزش می دیدم. یک مشاوری اونجا اومد کنار من قرار گرفت، ایشون خیلی لطف داشتن به من، همیشه آموزش‌های خوبی به من دادن. دوره می دیدم و همه اینها. نمایشگاه‌ها شروع شد، ما کلاً کسب و کار رو گسترش دادیم و اونجا بود که من دیگه کاملا با وارد فضای جدی مارکتینگ شدم. نقشتون تو اون سازمان چی بله. بود؟ سمتتون چی بود؟ چه فعالیتی انجام میدید؟ میگم با سوشال وارد شدم. چرا سوشال؟ خب میگم به نسبت اینکه قبلش داشتم کار میکردم. یعنی به خاطر آشناییتتون با سوشال؟ آره، هم به خاطر آشناییت، هم فکر میکردن که یعنی ایده مدیر عامل این بود که ما باید با سوشال شروع کنیم و توی فضای اینستاگرام قرار بگیره مجموعه. چقدر موافق بودید با نظر مدیر عامل؟ خب طبیعتاً چون فضا رو نمیشناختم، با صنعت آشنا نبودم، اولش موافق بودم. 5 ماه فکر کنم گذشته بود که دیگه مخالفتام شروع شد و گفتم بریم سمت سایت رو کامل ریدیزاین کردیم. اونجا سئوش رو یک نفر اومد دیگه، من خودم از ساید سئو اومدم کنار، یک نفر آوردیم به عنوان کارشناس سئو، کارا رو انجام میداد. دونه دونه من هم خودم آموزش میدیدم، هم بچه‌ها رو به تیم اد میکردم. بعدش کارشناسش سوشال آوردیم، گرافیست آوردیم، محتوا نویس آوردیم. من به نسبت مجبور شدم همه این شاخه‌ها رو یاد بگیرم، به خاطر اینکه باید در واقع حالت سرپرست تیم من بودم اون تایم. توی چه مدت شما به سرپرستی رسیدید؟ چه مدت به سرپرستی رسیدم؟ 1.5 سال طول کشید که من آموزش‌ها رو ببینم و اینجوری نبود که صرفاً آموزش ببینم دیگه، یعنی همزمان داشتم کارم می‌کردم، یعنی کاملاً تو کار بودم. نمایشگاه‌ها شروع شد. خب خیلی توی صنعت نمایشگاه‌ها خیلی جدیه و معمولاً توی بیزنس‌های بی تو بی این مدلیه که شما قراردادهای بزرگو همونجا می‌بندین و به نسبت ما باید یه برنامه خوب می‌داشتیم برای نمایشگاه. اونجا مجبور شدم که یه مقدار فضای ایونت هم جدی‌تر دنبال کنم، آموزش ببینم. تفاوت کاری که تا قبل از این می‌کردین با فضای نمایشگاه و ایونت خیلی زیاد بود. چه چالشایی بیشتر داشتین؟ اولین چالشش برای من بودجه بود، چون که توی صنعت برای فضای آنلاین معمولا بودجه کمتر میذارن، چون مخاطبا رفتار آنلاین خیلی ندارن. البته الان خیلی بهتر شده، حداقل تو اون صنعتی که من کار میکردم که فولاد بود. بعد از اون در واقع میگم بودجه خیلی مسئله بود، چون که ما یه بودجه زیادی رو باید برای نمایشگاه میذاشیم. به طب خودش اصلا جنس ایونت اینه که شما باید یه هزینه خوبی بکنی تا یه اتفاق مثبتی بیفته. ما نمایشگاه اولو که رفتیم یه مقدار یه برنامه‌ریزی کلی داشتیم. خب هی باگا در می اومد از نمایشگاه بعدی. من اونجا تقریبا 13 تا نمایشگاه برگزار کردم. هی هر نمایشگاه داشت این نقاط بهبوده اتفاق می افتاد. مثلا این بود که ما از نمایشگاه بعدی درفتی ایجاد می‌کردیم برای نمایشگاه، شامل چند تا بخش اول که توضیح و اصلا اون قانع کردن هیئت مدیره برای اینکه چرا ما باید توی این نمایشگاه شرکت کنیم. اصلا بخش بعدیمون پیش بینیایی بود که از اون نمایشگاه داشتیم. حالا یه سری المانا رو در نظر می‌گرفتیم، چقدر ما ممکنه لید بگیریم، چقدر MQL بگیریم، چقدر اینا SQL بشن. و بخش بعدیش این بود که ما پیش بینی هزینه‌ایمون چقدر هزینه میشه، اون تارگت هایی که باید می‌ذاشتیم، KPI هایی که باید تعریف می‌شد و تعریف می‌کردیم. یا حتی توی میگم نمایشگاه فقط صرفا مسئله نتایج نیست، اون نحوه اجرا کردنش هم خیلی مهمه و اینکه قراره چقدر اورنس بگیریم. مثلا ما نمایشگاه اولا نظر بودجه‌ای یه بودجه زیادی رو گذاشتیم برای موارد چاپیمون، در صورتی که اصلا خیلی نیاز نبود. میگم باگاه هی در می اومد و ما از نمایشگاه 4 بود فکر کنم تصمیم بر این شد که من دیگه مدیر تیم نمایشگاه هم شده بودم. یه هیئت نمایشگاه داشتیم که من مدیریتشون میکردم. ما تصمیم گرفتیم که از نمایشگاه 4 به بعد بیایم روزانه جلسات فیدبک بعد نمایشگاه داشته باشیم. یعنی هر شخصی ملزم بود که توی نمایشگاه حضور داشته باشه، 2 تا حداقل فیدبک در مورد اون روز نمایشگاه بده که ما فردا اونو رفعش کنیم. اینا خیلی کمک کرد. توی دوران نمایشگاه فکر میکنید اگه الان بخوایم برگردید، اول بیایم اینجا یه سوال من بپرسم از شما. اگه برگردید همین رشته رو، همین مسیر رو دوباره میرید؟ قطعاً بله. دلیلش هم اگه دوست داشته باشید میتونم بهتون بگم. توضیح بدید ممنون میشم. من عاشق بورد گیمم. خیلی بازی کردن دوست دارم و برای من مارکتینگ دقیقاً شبیه بازی کردن بورد گیم میمونه.
از این جهت که شما چند نوع برد دارین توی مارکتینگ. فقط این نیستش که مثلا چون فروش محور که نیستیم، چون تیم فروش کاملا متفاوته، اینجوری نیستش که ما حتما باید به فروش برسیم. یا یه برد میشه اینکه حالا تا اینجا اومدیم تفاوت فروش و مارکتینگ از دید شما چیه؟ به نظر من مارکتینگ مهمترین بخششون حسیه که تو مخاطب ایجاد میکنه، ولی فروش در واقع فقط میخواد معامله اتفاق بیفته به هر روشی. جنس کارشون هم همینه دیگه. حداقل جاهایی که من کار کردم به این صورت بوده که اولویت فروختن بوده، ولی توی مارکتینگ اولویت ایجاد اون تجربه برای مشتری برای بوده. مشتری. بله. چقدر تکنیک رو مهم میدونید تو مارکتینگ؟ تکنیک منظورتون چیه؟ روش انجام، تئوری ها؟ طبیعتاً استراتژی با استراتژی فرق داره و شما دقیقاً میگم اینجا هم باز شبیه بورد گیم، شما هر هدفی که داشته باشی، هر استراتژی که چیده هر هدفی که داشته باشی برش یه استراتژی متفاوت میچینی. مثلا تو بورد گیم ما 3 نوع بورد داریم، تو مارکتینگ هم بستگی داره میخوای جذب انجام بشه، اورنس بگیری، میخوای در واقع چه اتفاقی رو رقم بزنی. بنابراین کاری هم که براش انجام میدی یا تکنیکی هم که به کار میبری طبیعتاً متفاوته. خیلی عالی. یه سوال دیگه بپرسم ازتون. بله. فکر میکنید توی اون دورانی که حالا میگید که مثلا از اولا مثال خیلی قشنگی زدید، ممنونم از شما به خاطر مثال بورد گیم. این که گفتید که در واقع حالا تو دوران نمایشگاه یه بخشیش رو شما چالشی میرفتید جلو، یعنی میرفتید جلو میدید اشتباه کجا بوده برمیگشتید و اینها. الان با تجربه هستید دیگه، بخواین همون مسیر رو دوباره برید، قاعدتاً یک استراتژی میچینید و اینها. اگر بخواین الان به من بگید که مثلا من اگر بخوام الان نمایشگاه رو راه بندازم یا بخوام توی مارکتینگم توی فضای نمایشگاه استارت بزنم، چه روشی رو پیش میگیرید برای همون صنعتی که قبلا توش بودید؟ میخوام ببینم که چه اشتباهاتی بوده بهش قائل شدید و آره اینها رو میخوام بدونم. معمولا حضور تو نمایشگاه توی حداقل صنعت بیشتر که یعنی از دید مدیر عامل یه مقداری جنبه قدرت نمایی هم داره که ما قدرت حضور رو داریم. من سعی میکنم که بیام بودجه بندی رو بر اساس کانال های جذب انجام بدم و یه سری شاخصه ها براش بذارم. اونجا مشخص میشه که وزن نمایشگاه چقدر تاثیرگذار بوده، حالا بر اساس ROIش، ایمپرشنی که آورده، تعداد لیدی که آورده. خب فرض کنید که ما دفعه اول داریم وارد نمایشگاهی میشیم. خب از اولین بار. یعنی اولین باره میخوام اصلا همیشه هم همینه. چون تجربه نه منظورم اینه که میخوایم ببینیم این تجربه کجا نشسته دیگه. اگر ما بخوایم که مثلا یک نمایشگاهی شرکت کنیم، خب همه نمایشگاه که مثلا هم نیست، درسته که تکرار پذیره اما شرایطش هر سال عوض میشه دیگه. یه عده بزرگا هستن، یه عده میرن، یه عده میان اینها. اصلا ببینیم که بیام از اینجا شروع کنیم صحبت رو. نمایشگاه چه معیارهایی دارید که توصیه میکنید نمایشگاه اصلا بریم نریم و بعد اگر بریم چگونه اجراش کنیم؟ توی فضای صنعت چون که در جذب لید یه مقدار سخته، طبیعتا ما باید یه مقدار روی بیاریم روی فعالیت آفلاین. یکی از مهمترین فعالیت ها هم توی مارکتینگ آفلاین ایونته. پس نمایشگاه در واقع یه کانال مهم برای ما میشه و اینکه میتونیم ارتباط مستقیم داشته باشیم با مشتری، بتونیم قانعش کنیم، بتونیم اون مزایامون رو بهش ارائه بدیم و همه اینها. بنابراین نمایشگاه به خودی خود مهم میشه توی صنعت. اما اینکه این یه دلیل برای شرکت کردن. یه دلیل دیگه این که ما اونجا میتونیم با یک سری گیمفیکیشن هایی که راه اندازی میکنیم، مثلا من خودم یکی از تجربه‌های خیلی موفقی که داشتم توی همین اجرای گیمفیکیشن داخل نمایشگاه بوده، میتونیم به مشتری نزدیک‌تر شیم و مورد بعدی این که میتونیم اونجا با سوالاتی که طراحی میکنیم و مکالمه‌ای که با مشتری شکل میدیم اون مارکت ریسرچمون هم انجام بدیم. خب یه فضای خیلی خوبیه، باید ازش استفاده کرد به همه این دلایل. خب به من بگید که الان توی تجربیاتی که تا الان داشتید توی بحث نمایشگاه، چه چالش‌های اصلی سر راه برگزاری یک نمایشگاه هست غیر از بودجه که گفتید؟ خب بله، بودجه بندی بر اساس اینه که آقا ما تو صنعتمون نیاز داریم و اینها. به من بگید که چه چالش‌هایی معمولاً، تا مثال واقعی بزنید ممنون میشم. یکی از مهمترین چالش‌هایی که وجود داره اینه که همه افرادی که قراره توی نمایشگاه بیان از طرف اون مجموعه
تو یک صفحه باشن، یعنی یک اسکریپت مشخصی داشته باشن، هر کس به روش خودش با مشتری ارتباط نگیره، چون این باعث میشه که اگر یک روزی اون فرد نباشه و بخواد با یه فرد دیگه مشتری از اون مجموعه ارتباط بگیره، براش مشکل و دغدغه ایجاد میشه. بنابراین یک اسکریپت نمایشگاهی داشتن برای مذاکرات، برای ارتباط گیری، به نظرم یه چالشیه که اگه از اول حل بشه جلوی ایجاد شدن یه موردیه که اگه از اول حل بشه جلوی ایجاد شدن چالش‌های آینده رو میگیره. مثال چه چالشی بهش خوردی تا حالا؟ مثلا این بوده که ما یک مزیتی رو می‌خواستیم ارائه بدیم، ما ضمانت می‌خواستیم ارائه بدیم. درست. مثال عینی بزنم. و توی این صنعت معمولا این اتفاق نمیفته. هر کدوم از افراد با توجه به برداشت خودشون از ضمانت به مشتری یک توضیحی میدادن، چون اسکریپت مشخصی نبود و شفاف سازی در مورد این مزیتی که ما داشتیم اضافه میکردیم و یهویی شد اتفاق نیفتاده بود برای خود اعضای تیم و این توقعاتی رو از سمت مشتری برای مجموعه ایجاد کرده بود. خب این یه چالشه، چون ما اگر که اون چیزی که اون توقعی که ایجاد نشده رو مستقیما بهش نبگیم، خب این مشتری ممکنه از دست بره. اگر آره بگیم ممکنه خودمون از دست بره، مجموعمون. واسه همین این یک صفحه بودنه و داشتن یک اسکریپت مشخص در مورد تمام صحبت‌ها و مزایایی که قرار اتفاق بیفته و مزایایی که قرار ارائه بشه خیلی مهمه به نظر. حالا بحرانی که تا حالا، بحران بزرگی که تا حالا توی فضای مارکتینگ، توی فضایی که حالا یه مقدارم مدیریتی بهش نگاه کنید، بحرانی که بهش خوردید، بزرگترین بحرانی که خوردید چی بوده؟ یکی دو تا شاید برای من مثال بزنید. نیروهای دورکار. نه، بحران مثلا اینی بزنید، مثلا اومدیم فلان کارو بکنیم، فلان مشکل پیش اومده، به یک بحرانی خوردیم و بحران جدی بوده و به این ترتیب من حلش کردم. یه مقدار فکر کنم. آره فکر کنید، وقت دارید، آقاتونم این کار اگه می‌خواید. مرسی. یه بحرانی بود که خیلی عمومی بود و برای همه اتفاق افتاد، ولی خب ما خیلی بیشتر احساس میکنم ازش ضربه خوردیم. پارسال بود اگه اشتباه نکنم، ما یه کمپینی رو به صورت دیجیتال، یعنی تو فضای دیجیتال ران کردیم توی مجموعه و خیلی برام مهم بود، به این علت که داشتیم فراتر از بودجه‌ای که همیشه بودجه میذاشتیم، داشتیم یک مزیتی رو ازش رونمایی میکردیم و می‌خواستیم یک اتفاقی رو کامل پروموت کنیم و اینکه کلی قبلش تلاش کرده بودیم برای اینکه یه مقدار روی کرده افراد بیاد سمت آنلاین توی اون سند، یعنی مخاطبامون. روش‌های خیلی مختلف. من بگیم مثال بزنید. یکیش که از طریق همون نمایشگاه توی مذاکرات رو در رو سعی کردیم که بهشون بیاریم تو فضای آنلاین، بیاریمشون تو فضا، مثلا ما رو فالو کنید. آره. یه بخشش ایناست، یه بخشش اون گیمفیکیشن هایی که ایجاد کرده بودیم، یه بخشش باز شروع کردیم با تماس های تلفنی ارجاعشون میدادیم به فضای آنلاین، چون خب قطعاً گزارشگیری و دیتاگیری تو فضای آنلاین خیلی راحت تره. کمپین آنلاین هم کنارش رو انداختی؟ آره همینو میخوام بگم، اصلا اون کمپین آنلاینه برامون مهم بود توی اون لحظه و ما میخواستیم یه گزارش خیلی خوب آماده کنیم که دیگه اقناع کنیم مدیریت رو که دیگه فضا به سمت آنلاین رفته و ما بودجه آنلاین رو ببریم بالا و ابزار تحریم شد تو ایران. ما دیگه هیچ دیتایی نداشتیم. ابزار چی بود؟ آنالیتیکس. آنالیتیکس. ما روز سوم به بعد دیگه هیچ دیتایی نداشتیم. حالا باید چی کار میکردیم؟ از مثلا یکی از روشایی که ما دیتا جمع میکردیم، یه کمپین پیامکی که رفته بودیم رو میمدیم، مثلا اگه مخاطب خودش با ما تماس برقرار میکرد، میدیدیم اون اسمی که تماس گرفته یا فرمو پر کرده تو کدوم دیتابیس ماست، دیتابیس پیامکیمونه، دیتابیس تماس چیه در واقع، تو کدوم دیتابیس، ببینیم که این از کدوم کانال اومده. یعنی خیلی سخت شده بود برامون شرایط و در واقع اون کمپین هم دیتاش هیچ وقت مشخص نشد و ما مجبور شدیم دوباره بعداً مجدد یه بار دیگه این راهو بریم و خب یه مقدار سخت بود. یه سوال ریشه بپرسم ازتون، چرا می‌خواستین بیزینسی که تا الان آفلاین بوده رو ببرید به سمت آنلاین؟ به خاطر اینکه با تستایی که انجام داده بودیم، مثلا تبلیغات‌های مختلف گوگلی دیده بودیم که با پوش و بنری و ریتارگت نه، ولی خب بقیه‌اش خوب بود. میگم اتفاقا یکی از چالشایی هم که توی فاز گرفته بودید. آره گرفته بودیم، حتی لید با کیفیت هم خوبم گرفتید. آره بعدش می‌بردیم این فضا هم جواب میداد. دقیقاً بعدش میدادیم دست کارشناسای آفلاینمون که اینا رو یه مقدار روشون کار کنن. لیدای گرم بودن در
اتفاقی که افتاد اتفاقا یه بار توی فضای آنلاین، توی تبلیغات آنلاین هم یه چالشی که خوردیم این بود که فکر می‌کردیم مثلا تبلیغات ریتارگت روی فضای صنعتی ممکنه جواب بده، ولی خب این اتفاق نیفتاد و سریع پیوت کردیم اومدیم مثلا هم بودجه‌شو گذاشتیم روی پوش توی صنعت به شدت جواب میداد و خب با گزارشایی که دادیم دیگه کم کم هی بودجه آنلاین رو بیشتر و بیشتر هم کردیم. چقدر تو تصمیم گیریاتون خودتون نقش داری؟ چقدر نقش مدیریت بالادستی رو مهم میدونی؟ چقدر این ساختار رو چجوری میبینی معمولا؟ طبیعتاً شما هر سطحی باشین وقتی که مدیریت بالای سرتون باشه تصمیمشون تاثیرگذار خواهد بود. ولی من سعی کرده بودم چون به این علت که خیلی با دیتا و منطقی میرفتم جلو، معمولا پیشنهاداتی که میدادم قانع کننده بود برای مدیریت و بچه‌های تیمم هم واقعا همراهی میکردن و خودشون ایده‌های خوب میدادن و منم در واقع استقبال میکردم از ایده‌هاشون. یعنی یه چیز تعاملی بود کاملا، اینکه چقدر خودم تاثیرگذار باشم. اگر بدونم مطمئن باشم روی اون موضوع که قطعا جواب میده پافشاریمو میکنم واقعا. حالا فرض کنید که وارد یه مجموعه میخوایم بشید، از چه راههایی، چه چیزهایی رو مهم میدونید برای اینکه بخواید آشنایی پیدا کنید با طرز تفکر مدیر، با طرز تفکر سازمان، با فرهنگ سازمانی؟ اینها رو چجوری کشف میکنید؟ من معمولا خیلی آدم معاشرتی هستم، به خاطر همین تو صحبت کردن راجع به مسائل مختلف باهاشون سعی میکنم این اتفاق بیفته. الانم که من خودم از اردیبهشت امسال وارد مجموعه جدید شدم و توی این تایمایی که برق میرم میشینم با آدمای مجموعه معاشرت میکنم و خیلی دیتا به دست میارم برای کار خودم حداقل. اما اگر بخوام از نظر حالا به جز فرهنگ سازمانی و اینها، از نظر کاری بخوام ببینم که ذهنیتشون رو به دست بیارم، خب طبیعتاً اگر مثلا یک اتفاقی بخواد بیفته، مثلا ما یه محصولی رو باید پروموت میکردیم، 2-3 تا درفت ایجاد میکنم برای کمپینی که مد نظرم، میرم در موردشون صحبت میکنم و طبیعتاً توی انتخاب بین این 3 تا حالا فرآیندی که قرار اتفاق بیفته یه ذره با ذهنیتشون آشنا میشم دیگه. بسیار. حالا فرض کنیم که توی شرایطی هستید مثل کرونا یا مثل همین شرایطی که اخیراً اتفاق افتاد، پرسنل پنیک میشن، مخصوصا حالا توی فضای، حالا کاری ندارم تو فضای آنلاین شاید کمتر، توی میافتید قاعدتاً وقتی که یک مدیریت کمپین رو دارید انجام میدید، بچه‌ها پنیک میشن، اتفاقای میفته، سر و صدایی میشه و اینا. چجوری مدیریت میکنید اونجا؟ چه اولین کاری که انجام میدم، خب طبیعتا آدما با هم متفاوتن و سعی میکنم اول برم سراغ اون آدمی که میدونم خیلی زودتر هیجاناتش رو بروز میده، اونو آروم میکنم که به بقیه تیم منتقل پیدا نکنه. معمولا این کارو میکنم. داشتی همچین کسی رو؟ بله. چه کار میکرده؟ هیجاناتش رو بروز میداد، خیلی جغدات میکرد، گریه میکرد، استرس میگرفت. بعد تاثیر مستقیم رو کار داشت؟ بله، مخصوصا روی بقیه بچه‌ها تاثیر میذاره. محیطش رو عوض میکردی یا نه؟ خودش رو با خودش یه صحبتی انجام میدادم، سعی میکردم اونو یه مقدار بیشتر هندل کنم کاراش رو و بیشتر کنارش باشم که بقیه حداقل درگیر نشن. یعنی تایمم رو اگه مثلا 60-40 میذاشتم برای اون آدم. و اتفاق دیگه ای که رقم میزدم این بود که یه جلسه فوری میذارم با بچه‌ها، دقیقاً تعریف کنیم مشکل ایجاد شده رو و ریزش کنیم و تفویض وظایف کنم بابت هر کدوم از بخشای مشکل به بچه‌ها که دیتا جمع آوری کنم، فرضیه بسازیم براش، دیتای اون فرضیه ها رو جمع آوری کنیم، به هر کدوم که رسیدیم که دقیقاً مشکل رو حل می‌کرد براش یه راه حل ایجاد کنیم و باز تفویض وظایف راه حل رو انجام میدم و شروع کنیم کارو به اصطلاح جمع کردن. خیلی عالی، خیلی عالی. اخیراً توی چه فضایی، توی چه دوره‌هایی شرکت کردین؟ دوره خاصی بودید؟ شرایط خاصی داشته؟ آخرین دوره‌ای که شرکت کردم که هنوزم تموم نشده، آخرین فصلش رو وقت نکردم هنوز ببینم، 2 تا فصل آخر رو، مارکتینگ دیتا آنالیزه که خیلی جذابه برام، به این جهت که خودم رشتم نرم افزار بوده، آشنایی دارم با فضا و خیلی میگم تا الان که برام جذاب بوده، مخصوصا بخش اولش که بخش پرابلم سالوینگ بوده، خیلی کمک کرد تو کار به من. نگاهت کلاً به
مارکتینگ رو یک بار به من توضیح بده. تو کدوم فضای مارکتینگ رو می‌دونی؟ فضاهای متفاوتی از مارکتینگ داریم دیگه. دیجیتال داریم، فضای عادی داریم، فضای اجرایی داریم، فضای تفکری داریم، ایده پردازی داریم و تو کدومش راحت تری و اصلا توی همشون های تجربه هایی داشتی نداشتی؟ توی فضای ایده پردازی خیلی هم علاقه خودمه، همین که خوب ظاهر شدم. معمولا چه تکنیکی استفاده میکنی؟ معمولا از صحبت میکنم با آدما و از تو صحبت آدما ایده میگیرم. کدوم آدما؟ بچهای تیم دیگه طبیعتا. از بچهای تیم ایده رو جلسات هم فکری میذاریم و طوفان فکری میکنیم و ایده رو میگیریم و بعد من از تو صحبت آدما معمولا ایده به ذهنم میرسه. تو زندگی من همین مدلیه. معمولا ایده ها میره پرزنت بشه برای مشتری دیگه، درسته؟ یعنی میخواید ایده‌ای بدید که بره اجرایی بشه، مشتری جذب بشه، لید بگیرید. آره. چقدر نقش مشتری رو کجا میبینی؟ آیا از مشتری هم نظرسنجی میکنی؟ طبیعتاً. کجا، چه جوری؟ طبیعتاً ما از دو جهت این کار انجام میدادیم. یکیش این بود که یه سری پرسشنامه ها بود، باز راجع به محصول میتونه باشه، راجع به هر اتفاقی دیگه میتونه باشه، راجع به محصول، راجع به در واقع خود بیزنس، راجع به قیمت ها. ما خیلی یه چیزی که خیلی برامون مهم بود که دیتایی که نداشتیم توی صنعت، معمولا این که مشتری دقیقاً در مورد محصول ما چه چیزی براش مهمه، قیمت، کیفیت، آماده کردن سریع یا المانای دیگه. خب با یه سری پرسشنامه های آنلاین برشون میفرستادیم. یه ساید دیگه میشد پرسشنامه هایی که سوالاتی که تو تماس سعی می‌کردیم ازشون بپرسیم. تماس اینجوری هم نه که ما زنگ زدیم ازتون سوال بپرسیم، برای اینکه مثلا به مشتریامون، به دیتابیس مشتریمون تماس می‌گرفتیم برای یه حال و احوال کردن. یه سری سوالات هم سعی می‌کردیم بپرسیم. یه بخش دیگه هم که فرمای نمایشگاهیه که اون دیگه واقعا کمک کننده و تارگتده. واقعا به نظر بهترین ویژگی که یه مدیر میتونه داره، یعنی مدیر بالادستی شما مثلا توی نظر ساختار سازمانی، چه ویژگیه با چه ویژگی یک مدیر داشته باشه برای جذابه؟ من 2 تا چیز برام خیلی جذابه. یکی اینکه شفاف باشه در مورد هر آنچه که وجود داره الان و اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد و در مورد خود من شفاف باشه. و دومین چیز که به نظرم خیلی خوبه برای یک مدیر این که نگاه رو به رشد داشته باشه، ریسک پذیر باشه. مخصوصا به نظرم یک مدیر مارکتینگ باید ریسک پذیر باشه. اگر ریسک پذیر باشه، خب ریسک رو چجوری توجیه میکنه براش؟ من توجیه میکنم یا آره، چجوری میتونی بهش بگی که بیا این ریسک رو انجام بده؟ طبیعتاً با دیتا هایی که موجوده، با اتفاق ای بی تستایی که انجام شده، با گزارش هایی که مارکت ریسرچی که انجام شده و پرسونایی که از مخاطب هست، ما میتونیم در واقع اون و یه مقدار صحبت کردن میتونیم اون قانع کردن رو داشته باشیم. محیط کارت چقدر با زندگی ترکیب میشه؟ یعنی چقدر اعتقاد داری که توی ارتباطت با پرسنل یه نگاهی هم به زندگی شخصیشون داشته باشی، یا مثلا آیا قرارهای بیرون شرکت میذارین باهاشون، برنامه‌های تولد، برنامه‌های مثلا بدونی حال و هوای پرسنل چطورن؟ خیلی بستگی داره واقعا به اون مجموعه‌ای که توش کار میکنم و آدمایی که همکارمن، اما سعی میکنم با اون آدمایی که به شخصیت من نزدیک‌ترن صمیمی‌تر شم. بوده بعد از تایم کاری یا آخر هفته بیرون بریم با هم دیگه، یا یه هدیه‌ای بر تولد هم دیگه بگیریم. خیلی ولی وارد نه دیتیل زندگیمو میگم، نه وارد دیتیل زندگیشون میشم، ولی این ارتباطه به نظرم ارتباط گیری و کانکشن ساختن خیلی الان تو این جامعه امروزی مهمه. ارتباطه رو میسازم به هر شکل، ولی اینجوری نیستش که بخوام میگم وارد دیتیل و جزئیات اینا بشم. اینو خیلی نمیپسندم. ابزار چی استفاده میکنی برای ارتباط و مدیریت پروژه و اینها تو سیستم؟ برای متد کنبان معمولا ما از ترلو استفاده میکنیم و خیلی با اسکرام اوکی نیستم، خیلی هم زیاد باش کار نکردم، اما برای مدیریت پروژه معمولا از ترلو استفاده میکنیم و توی خود گوگل شیت هم یه سری فرآیندها رو ایجاد میکنیم. این دوتا. به نظرت اگه بچه‌هایی که باشون کار کردی بخوان الان به من بیان فیدبک بدن، ازت چه تعریفایی میکنن، چه نقدایی میکنن؟ اینکه هیچ وقت
نمیزنم تو ذوق ایده ها و سعی میکنم حتی اگر یه ایده‌ای به نظرم، چون هر کس نظر شخصی داره، جالب نیست هم سعی میکنم ازش استقبال کنم، راجبش فکر کنیم و بعد اگر واقعا خوب نه، مثلا به نتیجه نرسید بذاریمش کنار، چون حالا خوب و بدو نمیخوام خیلی استفاده کنم. و یه چیز دیگه ای هم که میگن مطمئنم ازش، این که همیشه همراهیشون کردم. من یه چیزی که ازش خوشم نمیاد میکرو منیجه، معمولا سعی میکنم کنار آدما باشم به جای اینکه ریز کاراشون رو مثلا سعی میکنم یه ذره بسپارم به خودشون، ببینم که یعنی از مدیر خودم هم این توقع دارم و بهش هم میگم، یعنی دوست دارم که یه مقدار بذاره به عهده خودم تا جایی که آسیبی نه به سازمان نه به تیم نزنه، برم جلو با نگاه خودم و اگر نکته‌ای داشتش کنارش بهم یادآوری کنم. خودم سعی می‌کنم همینطوری باشم. منفی‌ها رو نگفتی هنوز. منفی بخوام بگم یک مقداری که البته خیلی الان روش کار کردم، یه تایمایی لجبازی میکنم، ولی لجبازی یعنی توی تیم اگه بخوام تعریفش کنم این مدلی میشه که اگر یک ایده‌ای داشته باشم که خیلی روش مطمئن باشم و بدونم که طرف مقابلم داره بی دلیل باهاش مخالفت میکنه، من سعی میکنم هر طور شده قانعش کنم. لجبازی رو توی تیم اینطوری تعریف میکنم، شاید یه ذره زیاد پافشاری کنم اگر مطمئن باشم روش. بسیار خوب، ممنونم. مرسی. مرسی از اینکه تشریف آوردید. سلامت باشید. ممنونم. ما بررسی رو انجام میدیم، ان شاءالله که در اولین فرصت با شما تماس بگیریم. لطف می‌کنید. متشکرم. روز خوبی داشته باشید. ممنون. مرسی. خسته خیلی ممنون. دست شما در نکنه. مرسی، متشکرم. خسته نباشید. یا چند تا نکته من خدمت شما بگم. اولا که من ترجیح همینه که کسی که به عنوان حالا بحث اول اون خوشابش اولیه خیلی خوب، همه چی عالی، با محیط راحت بودن خیلی راحته، خیلی خوبه. اینکه دو موقعیت قرار بگیرید که اول خیالتون راحت بشه که استرس ندارید خیلی خوبه. یعنی اگر احتیاج به آب دارید، اگر احتیاج به هوای خوبتر دارید، حتما درخواست بکنید، خیلی خوبه. خب اینجا شرایط همه چی مهیا بود. خدا یه چیزی که خیلی مهمه اینه که شما وقتی که شروع میکنید در مورد تاریخچه‌تون صحبت کردن که من کجاها کار کردم و اینها، یه مقدار دیر پرداختید به صنعت چی بوده، محصول چی بوده. ما چیز در مورد محصول نمیدونیم هنوز. اینکه چقدر من تونستم بدونم که پروداکت شما چی بوده، شما به واسطه پروداکت چه استراتژی های مارکتینگ رو در نظر گرفتید. من هنوز نمیدونم دیدگاه مشتریان شما چی بوده و بر اساس دیدگاه مشتری هاتون چه تصمیم هایی گرفتید. چیزی که من متوجه شدم اینه که من شما در واقع در جایگاه شما دارم صحبت میکنم. من تونستم یک پروسه رو راه اندازی کنم، توش پیشرفت کنم و این پیشرفت منجر به پیشرفت تیمم شده، منجر به پیشرفت شرکتم شده. خب پس بنابراین با توجه به اینکه شما تو جلسه‌ای دارید برای استخدام تلاش میکنید، باید از من بپرسید که شما پروداکتتون چیه، تشابهی ایجاد بکنید تو توضیحاتتون که من اونجا اگر این محصول رو داشتم روش این مارکتینگ رو میکردم مثال هایی بزنم که من مدیر این مجموعه هم برام کاربردی باشه. مثلا اینجوری میگیم که اگر اونجا ما محصول داشتیم اما چون شما مثلا کار خدمات میکنید، تو بحث خدمات هم من این کارها رو انجام دادم، این تجربه رو به دست آوردم. عرضم به حضور شما که خیلی کار خوبی کردید، تمثیل استفاده کردید. در چندین جا من دیدم تمثیل، مثال‌های خیلی خوبی زدید، تشابه سازی خیلی قشنگی انجام دادید. این خیلی کمک میکنه. این نشون میده که من تونستم تشخیص بدم که انقدر با موضوع آشنام که میتونم تمثیل سازی بکنم. نکته بعد اینه که خیلی خوب بود که اومدید تعاریف رو یک بار با هم مرور کردیم. نظرتون رو در مورد تفاوت مارکتینگ، برای من باید بدونم شما از این علم تا اون علم، از این دانش تا اون دانش، از این فضای مارکتینگ تا فضای
فروش چه تفاوتی قائل میشید. چیزی که خیلی دوست داشتم بشنوم از شما این بود که من وقتی وارد سازمانی میشم، سوال مستقیم پرسیدم ازتون، من وقتی وارد سازمانی میشم فرهنگ سازمانی و طرز تفکر مدیرانش رو از استراتژیش میچینم، میبینم. من درخواست میکنم که به خاطر اینکه من مدیری هستم که میخوام کاری رو شروع کنم، اهداف سازمان رو در واقع ببرم جلو، باید برای شما مهم باشه که اینجوری نباشه که من کمپین رو میشینم میبرم نظر مدیر مارکتینگی خودم رو انجام میدم، میبرم ببینم مدیران تایید میکنن یا نه. بیسیکلی وقتی که مدیری بخواد تایید کنه، شما باید استدلال‌های استراتژیک داشته باشید. یعنی بگی آقا بر اساس استراتژی که روز اول صحبت کردیم در زمان استخدام، شما اهدافت اینه، پس این اهداف با اهداف مارکتینگی من در این شرایط تطبیق داره، اونجا دیگه مدیر دخالتش کمتر میشه. این نکته ریزی اینجا بگم، این کلمتون من این رو گذاشتم دیفالت هر آدمی که میره طبیعتا یک سری دیتا میگیره از اون مجموعه و یک سری موارد رو بررسی میکنه. نه همه مجموعه ها. ریزتر. نه میدونی چیه؟ بحث اینه که این مشکل در اون سازمانی ما داریم. خیلی از مجموعه ها بعد از اینکه طرف رو استخدام میکنن میگه بفرمایید خوش اومدید بیاین شروع کنید کارتون رو. شما هر جوری که بخواید کارتو شروع میکنید، بعد اونجا تضاد و تناقض‌های پیش میاد که من مشکل میخوره. پس ما بد نیست که توی موضوعاتمون همیشه نگاه به سندهای بالادستی داشته باشیم، اونو بکنیم معیار که بعداً علت چیه. دخالت‌های یکی از چیزهایی که من دوست داشتم مثلا ببینیم توی این موضوع شما باش برخورد داشتید یا نه، دخالت‌های بیجای مدیران بالادستیه. بله. که اینو ما خیلی مشکل داریم و این تعارض ها رو میتونیم از سند استراتژی در واقع جدا کنیم. نکته بعد این که بیشتر یه نکته خیلی جذاب، به اشتباهاتتون اعتراف کردید. این نکته خیلی مهمیه. این تواضع شما رو نشون میده و اینکه من میتونم بفهمم کجا اشتباه، اولا تشخیص اشتباهم در واقع بودم و اینکه من خودم رو هیچ وقت تو هیچ مسابقه پرفکت نباید نشون بدم. چون زمانی که شما پرفکت خودتون نشون بدید، ایجاد این رو میکنید که من دارم اغراق میکنم در تعریف از خودم و من شک و شبهه‌ام بالا میره و شروع میکنم سوالات دیتیلی و جزئیات و اینها و انسان مسیر مصاحبه رو یه ذره چالشی میکنه. بحث آموزش رو مطرح کردید. عرضم به حضور شما که خیلی خوب و به جا از اصطلاحات استفاده کردید. خیلی مهمه. اگزاجره استفاده کردن از اصطلاحات غلطه. یعنی ما بیایم هی بگیم، هی اصطلاح بگیم، بسیار زشته. یعنی اینکه من فقط اومدم یه شوافی بکنم و برم. ولی اینکه در جای خودش استفاده کردید خیلی خوب بود. مسیرها رو گفتید، روش‌های انجام کار رو گفتید. لازم نبود من بپرسم، درست پرسیدم، ابزار رو پرسیدم و اینها. بیشتر برای این بود که از دید مدیر مارکتینگ بخوام ببینم که دیگه چه ابزارهایی رو کار میکنه و چقدر بهش مسلط هست. یه جاهایی درک نگاه مدیر عامل داشتید، میگفتید من چون میدونستم مدیر عاملم این طرز فکر رو داره این کارو میکنم. این خیلی با همون صحبت قبلیمون در واقع منطبق بود و من این رو هم در واقع تایید میکنم. خیلی قشنگ بود. ویژگی های فردی، این که من معاشرتی هستم، من ارتباطاتم خوبه و این ارتباطات رو تو بیان با لبخند دارید بیان میکنید تا اینکه یک کسی فضای استرس‌زا توی بادی لنگویج آدم داشته باشه، این تناقضه. یعنی شما همزمان که دارید لبخند میزنید، همزمان دارید صحبت میکنید، میگه من ارتباطات خیلی خوبی هم میتونم برقرار کنم. چیزی که به من منتقل کرد از نظر حسی، شما یک مدیر عاطفی هستید که به تخصصها هم اهمیت میده. یعنی من همدلی رو تو سازمانم اجرا میکنم، با هم کسانی که با من همکاری میکنن هم دارم و در کنارش هم ارتباطات مفیدی رو دارم. بحث آخر هم بحث تصمیم گیری در بحران بود. من انتظار داشتم که یه مقدار چالش های چیزتری بزنیم، چالشی تری بزنیم. یعنی من یه سری بحران هایی ببینم که واقعا فاجعه باشه، ولی خب خدا رو شکر مثل که تو سازمان خیلی کم اتفاق نیفتاده. طبیعتاً بوده. شاید الان من تو ذهنم همیشه
اگر برای مصاحبه آدم حضور پیدا میکنه باید بگه که من بزرگی قدرت تصمیم گیری من، بزرگی توان حل مسئله من در حد این چالشیه که براتون دارم مثال میزنم. پس اگر چالش رو کوچیک انتخاب کنیم این سوال پیش میاد که آیا در زمان بحران ما به مشکل خواهیم خورد یا نه. بسیار عالی، ممنون از شما. خواهش میکنم. متشکرم. مرسی.